اگه دنبال راهی برای مدیریت احساسات و کاهش استرس و تغییر حالت ذهنیت هستی، این ویدیو رو از دست نده. دکتر حسینی هستم و در راستای یادگیری سبک زندگی جدید با تکنیک‌های عملی و کاربردی NLP در خدمت شما هستم. میدونستی که قدرت تغییر حالت ذهنی دست خودته؟ انتخاب با توئه. میخوای قربانی خاطراتت باشی یا اینکه کنترل ذهنتو به دست بگیری؟ یادتون باشه گفتیم که NLP ساختار تجربیات ذهنی رو مطالعه میکنه و دریافت ما از دنیا از طریق حواس پنجگانه هست. اونها رو ما دریافت میکنیم، کدگذاری و ثبت و ضبط میشه در مغزمون. جهان رو با این 5 حس تجربه میکنیم و حسهای ما هست که به این تجربیات معنا میده. این احساسات هستند که رنج و لذت رو برای ما در زندگی به ارمغان میارن. حالا اگه ما جزئیات این احساسات رو تغییر بدیم، میتونیم حال و هوای ذهنمون رو عوض کنیم. من اینجا میخوام به شما یاد بدم که به چه شکلی این کار رو انجام بدید. یکی از تکنیک‌های خیلی کاربردی NLP به اسم ساب مدالیته ها رو من در ویدیو قراره به شما آموزش بدم. هر تجربه‌ای که ما داریم از 5 قسمت تشکیل شده. یک تصویری داره، یک صدایی داره، یک احساس و حتی میتونه یک بو و مزه‌ای داشته باشه. مثلا شما وقتی یه چیزی رو می‌خورید، مزه اون میتونه یک خاطره رو برای شما تداعی کنه، یا یک بویی به مشام شما برسه میتونه یک خاطره‌ای رو برای شما تداعی کنه. حالا این خاطره میتونه خوشایند باشه، میتونه ناخوشایند باشه. هر کدوم از این اجزا خودش باز از اجزای کوچکتری تشکیل شده و تکنیک ساب مدالیته میخواد که روی این اجزا کار کنه. به طور مثال، مثلا وقتی که یک تصویری به ذهن شما میاد، خود این تصویر از اجزای مختلفی تشکیل شده. رنگ داره یا سیاه و سفیده، اندازش هست، کوچیک و بزرگ، دوری و نزدیکیش به شما، اینکه این تصویر در یک قاب قرار داره یا نه محو هست، شفافیت تصویر به چه صورت هست. اینها اجزاء اون تصویر رو میتونن برای شما بسازن. اون خاطره ممکنه یک صدایی داشته باشه. صدا هم خودش از اجزایی تشکیل شده. صدا میتونه ریتم داشته باشه، میتونه آهنگ داشته باشه، میتونه کلام باشه، زیر و بم داشته باشه، لحن داشته باشه. این خاطره میتونه یک احساس لمسی هم در شما به وجود بیاره. مثلا در یک جایی از بدنتون احساس فشار بکنید، یا اینکه احساس گرما یا سرما داشته باشید، یا احساس سبکی و سنگینی، یا احساس نرمی و زبری یک بافت رو برای شما تداعی کنه، یا اینکه ببینید که چقدر مثلا مداومت داره این احساس. اینها جزئیات اون احساس لمس در بدن شما هست. و یا اینکه یک بویی به خاطر شما بیاد. این بو میتونه خوشایند باشه، میتونه نه بوی بدی باشه. بوهای مختلف هر کدوم از اونها میتونه برای شما یک خاطراتی رو به وجود بیاره، یا اینکه یک خاطره یک بویی رو برای شما برانگیخته کنه. حتی چشایی، مزه‌های مختلف. یعنی که وقتی شما یک چیز رو داخل دهانتون میذارید، این آبدار بودن یا خشک بودن اون هم حتی میتونه باعث تداعی یک سری از خاطرات بشه. این اجزا رو برای شما مثال زدم که بدونید ما به حواس پنجگانه مدالیته میگیم و به این اجزا ساب مدالیته میگیم. و تکنیک ساب مدالیته به این صورت هست که ما با تغییر این اجزا میتونیم ساختار اون خاطره رو عوضش بکنیم. کاربرد تکنیک ساب مدالیته برای این هست که ما بیایم یه سری خاطرات ناخوشایند رو در ذهنمون خنثی و خوشایند بکنیم، احساس بد رو به احساس خوب تبدیل بکنیم و معنای یک رویداد رو در ذهنمون تغییر بدیم. وقتی که ما میایم این اجزا رو با تکنیک ساب مدالیته تغییر میدیم، اون تجربه تغییر میکنه و حتما اون احساس عوض میشه. برای تمرین من میخوام که
یک خاطره ناخوشایند رو شما الان تصور کنید. مثلا یک دعوایی که با یک شخصی داشتید و الان دیگه با اون کاری ندارید، اما این دعوا مدام در ذهن شما تکرار میشه و حالا یا به شکل‌های مختلف این خاطره در شما تداعی میشه و شما رو اذیتتون میکنه. حستون رو بد میکنه. و وقتی که حس ما بد باشه خب روی رفتار ما تأثیر میذاره. کیفیت زندگی ما میاد پایین. ما قراره که با NLP زندگی بهتری بسازیم. پس باید کیفیت زندگی رو ببریم بالا. من به شما فرصت میدم که یه ذره فکر کنید و اگر یک خاطره ناخوشایند به طور مثال دعوا با یک شخصی داشتید رو به یاد بیارید. خب وقتی که دارید با یک شخصی داشتید دعوا می‌کردید، پس یک تصویری شما دارید، یک صدایی بین شما رد و بدل شده، یک صدایی اون تصویر داره، یک احساسی در خودتون تجربه می‌کنید و حالا ممکنه این خاطره حالا یه بویی، یه طعمی هم داشته باشه. من این رو با تصویر و صدا و احساس ادامه میدم و اگه طعم و بویایی هم درش دخیل بود هم خودتون میتونید با یاد گرفتن اون 3 قسمت دیگه این 2 قسمت هم بهش اضافه بکنید. خب در این تصویر شما چی میبینید؟ میتونید چشماتون رو هم ببندید که بهتر بتونید تصور کنید. خودتون وقتی که این درس رو یاد گرفتید با خودتون این تمرین رو داشته باشید. اگه چشماتون رو ببندید و به اون تصویر فکر کنید، چون تمرکزتون از اطراف برداشته میشه، راحت‌تر میتونید این تمرین رو انجام بدید. پس چشماتون رو میبندید و به اون خاطره ناخوشایندی که همیشه آزارتون میده فکر کنید. میبینید که شما دارید با یک شخصی دعوا میکنید. خب این تصویر از یک سری اجزا تشکیل شده. مثلا یک سری رنگ داره، یک سری اون آدم اندازه‌هایی داره، درسته؟ اون تصویر ممکنه ثابت باشه، ممکنه متحرک باشه. هر خصوصیتی که داشت، اون خصوصیت رو میتونید تغییرش بدید. مثلا اگر رنگی بود، میتونید سیاه و سفیدش کنید. اگه اون شخص به شما نزدیکه، میتونید دورش بکنید. اگه شما توی قاب این تصویر رو میبینید، میتونید قاب رو بردارید. حتی میتونید یکم فانش کنید. میتونید مثلا کله اون آدم رو بردارید و به جاش کله یک حیوان بذارید. مثلا کله یک مرغ رو بذارید به جای کله اون آدمی که داره مدام با شما دعوا میکنه. این کار رو انجام بدید. همین الان اون حسش خیلی بهتر میشه آدم. حالا بیایید روی صداش. اگه صدای داد و بیداده داره مدام داد میزنه، حرفای رکیک به شما میزنه، میتونید اون کله حیوانی که گذاشتی صداش هم بکنید صدای اون. مثلا اگه کله مرغ گذاشتی صداش هم مثلا بشه مثل قدقد مرغ بشه. صداش رو میتونید آهنگ بدید، ریتم بدید. انگار مثلا اون مرغه داره برای شما آواز میخونه. یا صداش رو دور بکنید از خودتون. صداش اگه نزدیکه و داره مدام اذیتتون میکنه صداش رو دور بکنید. اگه یه احساسی مثلا داشتید، مثلا حس سنگینی و فشار داشتید، این احساس سنگینی و فشار رو هم تغییرش بدید. مثلا اگه تو قلبتون بوده بیارید تو دستتون و از دستتون خارجش کنید. اگه سنگینی بوده سعی کنید مثلا سبکش کنید. ببین همه اینها دست شماست. اینا همه دکمه‌های مخفی ذهن شماست که شما دارید با تکنیک‌های NLP اون دکمه‌ها رو کشفش می‌کنید. شما دارید یاد میگیرید که چطوری خاطرات ناخوشایند رو خنثی بکنید و بعد خوشایند کنید. و وقتی که این خاطره دوباره به ذهن شما میاد، اصلا دیگه ناخوشایند نیست. اصلا میتونید بهش بخندید. یه حالت فانی برای شما داشته باشه و حتی اگه تغییرات درست و خوب بهش بدید، میتونه دیگه حتی حس خوشایندی هم در شما به وجود بیاره. همون لبخندی که میزنید، حس خوبی که دارید، اون حس ناخوشایند رو برای شما از بین برده. تکنیک ساب مودیلیته خیلی تکنیک قوی هست و چون روی ساختار کار میکنه، میتونه خیلی پایدار باشه.
فقط باید شما یاد بگیرید و تمرینش کنید. همه ما خاطرات ناخوشایند داریم. حالا تصادفی بوده، دعوایی بوده، از دست دادنی بوده. شما با این تکنیک قراره که اون ساختار رو از بین ببرید. مثل یک تابلوی نقاشی که یک تصویری توش هست و شما وقتی که بیایید رنگ‌هاش رو با هم قاطی بکنید و یا اون تابلو رو دورتر بذارید یا یک تغییر این چنینی بهش بدید، دیگه اون تابلو اون تصویر اولیه رو برای شما نداره. دقیقاً تکنیک ساب مدالیته هم همین کار رو میکنه. ساختار رو میشکنه. و وقتی که یک چیزی اون ساختار قبلی رو نداشته باشه، پس دیگه اون حس قبلی رو هم منتقل نمیکنه. حتما این تمرین رو انجام بدید. تجربیاتتون رو با من به اشتراک بذارید. بسیار بسیار تکنیک قوی هست و اینها همه تمرینات ذهنه و ما میتونیم با این تکنیک ها کیفیت زندگیمون رو بالا ببرید. ممنونم.